و هر پیغله هوره هر ظلمه غلمان دی و ملا شکر ته پیدا شو دا جنت دی که لغمان دی ملا شکر ته پیدا شو دا جنت دی که لغمان اولی پیشین است که دیگه اینجا مردم کلی دیقان هستن دیگه دیقان هستن عجیب باد میبرن اکثر دیگه سر زمین هستن دیگه سر زمین هستن دیگه کسی بادرنگ جمع میکنه کسی رومی و کسی مارورا فعلا دیگه همی سیزن بادرنگ است او ترکاری را سیزنش از در لغمان چارباغ بازار است او شفتالو سمیز یگان چیزه سالی برآمده است. همین جلوی لغمان یعنی ولسوالی قرغی چی تفاوت داره نسبت به دیگه جای جلوی های اینی است دیگه بر مسافر پیام است که همیشه خوشحال داشته باشید و دیگه کس کنجوسی نکنین که کس زنگ میزنه زنگش اوکی کنین وطندارای زیادر ما میگن کسایی که در خارج هستین به اینجا که میباشین میگه فامیلی خوب برابر میباشین در خارج که میرین زنگ که میزنن تلفن‌ها رو اوکی نمیکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وطنداران عزیز، جور بخیر، چه حال و احوال دارین؟ ان شاء الله که جور و صحتمند باشید. وطنداران عزیز، ما امروز براتون یک برنامه خاص از ولایت لغمان ولسوالی خرقه‌ای که فعلا ما در بازار چارباغ هستیم، یکی از مشهور جاهاست در ولایت لغمان که کتی مردم گپ میزنیم. ما از بازار چارباغ یک گزارشی هم تو ویژه برای شما می داشته باشیم. ان شاء الله تا آخر برنامه کت ما باشین و از بهترین ویدیوهای ما در سر تا سر افغانستان لذت ببرین. وطندارای گل، اگر شما در یوتیوب چینل ما تازه آمدین، چینل خودتان را سابسکرایب کنید تا باشد ما بهترین ویدیوها را برای شما تقدیم کنیم. وطندارای عزیز، انشالله که جور و صحتمند باشید. واقعیت لغمان که است به نام دیگه شین لغمان اکثریت میشناسن اینجا. باز بازار چارباغ که است نسبت ویژگی خاص خود دارد. ما میخوایم یک برنامه که جانانه در اینجا در شهر داشته باشیم. یک گزارش شهری داریم. وطندار ما دیگه در اینجا مصروف شیریخ‌پزی است و میریم که تازه گپ میزنیم. وطندار گل، السلام علیکم. جور بخیر، خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ قراری است؟ بخیر هستین؟ چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ خیرتی است ان شاء الله. چطور است آب و هوا فعلا در لغمان؟ ما شکر است خوب است که آب و هوا فعلا خوب است دیگه. فعلا بعد از دیگه گرمی میشه فعلا خوب است. یک ذره می طرف کامera خود کو که چهره بشاشت می وطندار ما ببینن. چطور؟ صحیح است کدام گپ نیست. دنیا اول سر می نام تا بود که وطندارات رو بشناسن. نامم مجیب الرحمن از ولایت لغمان هستم. همینجا دکان داریم او شیرخ‌پزی میکنیم. بسیار خوب. شیرخ‌پزی چه وقت میشه که شما مصروف از این کارا هستین اینجا؟ فعلا نگاهی دکان خودم واسه 8 سال میشه که ما شیرخ‌پزی میکنیم او پیش پدر کلانم و کاکای ما یا کار میکردن ولی خود ما کار میکنیم. بسیار خوب. در بازار چارباغ مردم غیر از اینکه میگن جلبیش مشهور است، دیگه چی چیزا داره دیجا؟ دیجا بادرنگ هست، می از خوب می پخته می شود و دیگه خیلی خوب چیزای دیگه. شفتالو هست که 5 سواتی با یک جایی هست که بسیار کلان باغ شفتالو بینش میشه، خوب شفتالو بینش. خود دیگه پناست دیگه دقیقاً. دو بیادر هستیم دیگه، فادرم میباشه میجا میباشه که ما. چطور بیروبار کم نسیجه مردم دیگه یک وقت که ما دیگه با سرک تیر میشیدیم خیلی دیگه رابندی زیاد میبود یا ما دیگه به وقت آمدیم اینجا؟ اولی پیشین است که دیگه اینجا مردم کلی دیقان هستن دیگه، دیقان هستن عجیب باد میبرن. اکثر دیگه سر زمین هستن دیگه. سر زمین هستن دیگه کسی بادرنگ جمع میکنه کسی رومی و کسی مارورا عجیب باد باز میبرن. دو باجه که شو دیگه باز بازار جای نمیباشه، خیلی رش میباشه. بسیار خوب. وطندارای گل،
بازار چهارباغ باز امی ولسوالی قرقه‌ای که است ما دیگه بادرنگش میگه بسیار مشهور است. بعضی دوستان ما را گفتن میگه می تو با دیگه زمینا باشی دیگه پهلوی جوی و دیگه می تو آب و هوای خوب و خوش جانانه لغمان باشه دیگه بسیار یک مزناک است. همون رقم نیست؟ همینطور درست است بیخی است خوبش است. خب شما که ما باشین احسان الله بیادر در اینجا دیگه محب رحمان بشردوست شیر فروشی که است دیگه در خدمتتان است در بازار چهارباغ. هر وقت که آمدین خوب دیگه بچه میمان نواز است دیگه. تشکر بسیار زیاد سلامت باشین. اگر کدام گفتنی کدام پیشنهاد کدام چیز داری کامره ما در خدمت است. بس دیگه تو چیزی گفتنی نداریم خواهی چیز میگیم دولت که برای ما کاروبار از عجیب آباد مهاجر من برزوا دیگه کاروبار سیستمی جور کنین و هم بیچاره هستن دیگه باید دولت چشمهشان از دیگه که بخیر باشه بخیر باشه. این بیادر ما چقدر خوب یک پیام جانانه داره میگه دولت زمینه سازی به خاطر مهاجرین کنه که یک ذره کاروبار از وطندارای مهاجر شه. خب سلامت باشین. شما چند تصاویر جانانه ده از بازار چهارباغ ببینین که ما باشین. انشالله که تصاویر رو شما دیدین خوشتان داده باشه. بازار قرقه‌ای است خوب یک بیروباری زیاد داره و بسیار یک آب و هوای خوبش داره. شما میفهمین بازار چهارباغ که است و امی جلبیش بسیار زیاد مشهور است. بیادر ما یکی از دکاندارای بسیار سابقه‌ای به نظر من که کسب پدریشان است در چهارباغ کار میکنن و بسیار یک جلبی جانانه پخته میکنن. پیش از اینکه ما برنامه ثبت کنم برنامه یک دمو تا یک جلبی رو پیش کردن. امی دانم تالی هم شیرین است. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی؟ بخیر خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ شکر سلامت بخیر باشی. چطور گرمت خانه میشه؟ نه گرم نیست که هوا یخ است. من خوب کدی چهره تو خوب آشنا هستم دیگه. ما نام تو هم میفهم. و یک گپ است که ببینید ما خود معرفی کنی بسیار خوب میشه. عطاالله سادات هم از قرقه‌ای ولسوالی. عطاالله سادات از ولسوالی قرقه‌ای. بله. بسیار خوب بسیار خوب. عطاالله جان چطور از آب و هوای قرقه‌ای دمی موسم؟ خوب است شکر روان است تو بسیار گرم هوا نیست هوایش خوب است معتدل است دیگه ولایت کده. بسیار خوب. ما که دیگه پیشتر آمدیم بیروباتان بسیار زیاد بود دیگه. همیشه نمی رقم سیزن جلبی است یا بعضی از خود وقت داره؟ نه همیشه همین تو میباشه بار زمستان همین تو میباشی بسیار دور جای مردم پشت جای می. خب در زمستان دیگه علاقه‌مندای از جلبی در اینجا بسیار زیاد میاد. بالکل بسیار زیاد. شما از کدام جای فرمایش میاد که بر ما جلبی تیار کنید؟ از ما چیز می از کابل می مزار شریف می نگران می همین بسیار دور دیگه ولایت ها هزار جاش می مردم. همین جلبی لغمان یعنی ولسوالی قرقه‌ای چه تفاوت داره نسبت به دیگه جای جلبی که تفاوتش است که ما یکی ما همین پخته میکنیم ما دیگه چه بوره است که خاله بوره ما دیگه چه کار نمیکنیم دیگه ما دیگه جای کس شکرین گلوکوز با میگه اونو شهر وا کار میکنه ما چه کار نمیکنیم ما صفا بوره است که خب بسیار خوب. یعنی شکرین کسی خوش نداره که دیگه جلبی دیگه شکرین باشه نه مشتری ما بلد است که شکرین والا ما کدی جمع کار کنیم مشتری ما میفهمن که والله شما امروز غلط کرده خدا پس اصلاح کنه اما این کار تعبیر نکردیم خب مشتری ما به حساب چیز و مزید برزوا معلوم است که اگر یگان بیننده ما که از طریق چینل افغان لایو بر شما بیاید چیز تخفیف داره نه؟ چرا نداره دکان خودشان است که یعنی مراد شپوره بالکل مرادشان میکنی. عطاالله جان یکی از دکاندارا در بازار چهارباغ به حساب دیگه نه؟ چهارباغ بازار چهارباغ
بیاین بسیار یک جلبی تو جانانه به خاطر محفلای شما دیگه، به خاطر مشیرینی چیزایی که شما جور میکنین خیلی دیگه جانانه برای شما جلبی پخته میکنه. شما که ما باشین و کتایت اولا جان زیاد ما گفتنی ها داریم فامیلی، بعد از این ما شما هستیم. خب وطندارای گل، شما تصاویری از دکان عطاالله جان دیدین. عطاالله جان دیگه بسیار همینطور دیگه جلبی رنگ و رنگ پخته میکنه دیگه. مو رقم است نه عطاالله جان؟ رنگ رنگ پخته میکنه. خب عطاالله جان قند خو بسیار ما پرسان نکردم چقدر تجربه کاری دارید تو؟ چقدر وقت شده میشه دیگه شما کار میکنید؟ از من تقریبا همین 16 17 سال میشه که این کاری تجربه دارم خودم به شخصا. کسی پدریتون خو نیست یا خودت دکان باز کردی؟ نه خودم دکان باز کردم. عطاالله جان خودش دکان باز کرده دیگه، تا آینده هم دیگه می مسلکش میباشه. خب بس علاقه است دیگه، هر کسی جلبی پخته میکنه، کسی خوراک فروشی داره، کسی مستریگیری، همون رقم است نه؟ بالکل بله. عطاالله جان کامره ما در خدمت از کدام گفتنی پیام کدام چیز با وطندارای داری کسام اندیوالای در خارج باشه کدام سلام علام میکنی در خدمت از کامره ما؟ بس پیام ایه بر وطندارای ما که پس بر از خارج بر وطن خود پس بیان بگردن. انشاءالله در وطن مسئول آمده است که وطن خود جور میکنیم. چقدر پیام جانانه میده عطاالله جان؟ میگه در وطن خود بیان، وطن ما میگه امنیت است و یگان سرمایه گذاری میگه در وطن خود کنه تا وطن ما آباد شد. شما باشین، ما کت شما هستیم، چینل و یوتیوب خودتان دیگه تعقیب کنین تا باشد ما زیباترین تصاویر از هر جای بر شما به نشر بسپاریم. چهارباغ است و روبروی یکی از جلبی فروشا در مرکز چهارباغ هستیم و بیادر ما دیگه پالی ماست. این دیگه میگم ما بسیار سابق که از مشتری از این دکان هستم دیگه، از پیششان پرسان میکنیم دیگه چی حال و حوال دارن، از حال حوال از این بیادر ما جویا میشیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. یک بغل تبتی بر ما دیگه. السلام علیکم. جور تازه تکړه بخیر، صحتان خوب است، قراری است، بخیر است ان شاء الله. نام مبارکتان؟ نوم ابوذر میناپال ده. ابوذر میناپال. دغه میناپال لیک دغه لیدونکو ته تشریح کړه دغه څنګه میناپال لیکل؟ زما نوم چې ده ابوذر ده. ابوذر خو تاسو پوهیږئ یو د صحابي نوم ده چې هغه به ټول عمر یوازې تنها ژوند کوو، همغه و چې په یوازیتوب کې بیا په شهادت ورسېده. او میناپال چې ده د هیوادوالو سره مینه کوي او هر وګړي ته یو مینه غوندې ورکوي. بسیار خوب. وطندار گلی بیادر ما کس میناپال است، یعنی که کتی وطندار خود میگه بسیار محبت می داشته باشم دیگه. چطور وطنداری تا دیگه داخل خارج دوست داری؟ همین رقم؟ بالکل که خارج کې دی او که هیواد کې دی ټول سره خاص مینه لرم. ډیره ښه. څومره وخت کېږي چې ته د جلبي فروشي سره آشنایي لري او بلدیت لري دې ځای نه سودا وړې؟ یاره زما خو داسې یو اووه کاله کېږي چې دلته موږ راځو، همدې ځای نه جلبۍ وړو او لکه کابل ته هم وړو، ننګرهار ته هم وړو، که ملګري وغواړي همدې ځای نه بیا وړو. د چهارباغ جلبي دغه نور ځایونو نه څه تفاوت لري؟ ولې دا د چهارباغ جلبي ډېر خلک خوښوي ده؟ ځکه چهارباغ جلبۍ یو خو مشهور او بل خاص مواد پکې کارول کېږي، داسې خالص دي چې هغه بره خوندور هم دي، هغه شکلین میکلین پکې ډېر نه کارول کېږي، خاص مواد پکې کارول کېږي. ډېر ښه ډېر ښه. ښه اوس نو ته د جلبي اخیستلو دپاره راغلی که نه؟ بالکل جلبۍ اخیستل لپاره راغلی. ډېره ښه. سی ویل او سی پیام لري انډیوالانو ته، مسافر ته، ته خو محبت پالي نو وطندارانو سره خو ډېر ستا ارتباطات به برقرار وي نو دغسې که نه؟ په هیواد کې مې هغه ځوانانو ته دغه پیغام ده چې په هیواد کې پاتې شئ، اسلامي امارات سره همکاري وکوئ او همدلته تعلیم وکوئ او خپل هیواد ته خدمت وکوئ. او مسافرو ته مې دا پیغام ده چې هیچا خبره په هیواد کې کم بېوزله ولسونه دي، هیچا خبره له هغوی سره همکاري وکړي. وطندار ما چقدر پیام جانانه داشت، میگه که دی وطندارای خود در کشورتان کمک و همکاری کنید تا باشد دست یک فقیر و مسکین شما گرفته بتانید. خب بسیار زیاد ډیر زیات تانه مننه نکوم چې آباد اوسي، که مخکې دی ویل که نه یو شیرونه سره زی علاقه لرم که کوم شیر او چې شي ستاسو په خدمت کې زموږ کامره شیرونه خو ډیر دي راسره، خو یو بیت درته وایم چې دغه بیت به ورته ووایم د لغمان په
و هر پیغله هوره هوره هر زلمه غلمان غلمان دی او ملا شکر ته پیدا شو دا جنت دی که لغمان دی ملا شکر ته پیدا شو دا جنت دی که لغمان دیگه لغمان که میگن شین لغمان است خو این رقم جواناست این رقم شاعرها در بینشان است که شین لغمان شده است هم از نگاه مادی و هم از نگاه معنوی. وطندارای گل شما تصاویری از بازار چهارباغ ببینین و کتما باشین. بازار چهارباغ است و وطندارای ما مصروفی کار و روزگار و زندگی خود است. ما دیگه در یکی از شیریخ‌پزی‌ها در بازار چهارباغ هستیم. واقعا بسیار یک عصری معلوم میشه دیگه. مسئولش پرسان میکنیم که چقدر وقت میشه که مسئول از این کار هستن و چقدر وقت شده که کار و فعالیت در بازار چهارباغ شروع کردنیه. سلام علیکم. ورور جوړ په خیر صحت د خدا خیر جوړ ان شاء الله صحت د خدا څنګه خفه نه نه خف نه خفه هوا ګرمه ده هوا ګرم شوی ده یعنی موسم بدل شوی ده جوړ ښه ان شاء الله صحت د خدا تاسو نوم مبارک عبید الله جان زما نوم عبد الله دی ډیر فرق نه کوي نه عبید الله عبد الله هم وزن ده کنه ډیر ښه عبید الله جان د دې ځای مسؤل تخپلې کنه څنګه د کاروبار څنګه دی شکر دی بیخي خیر دا اواز د لګ اوچت کړ چې د لیدونکو ستا په خبره باندې کوشي ځکه موسم بدل شوی دی کنه ستا اواز کې مشکلات لري کنه نظام د سیاره مهم خامدسي طبيعتا هم دسي کنه څنګه دی اوس د پاره د آب او هوا د چارباغ څنګه دی بیخي د اوس بیخي خوا د دامیاش وروسته بیا ګرمي کنه چکر د پاره اوس برابر د موسم اوس بیخي برابر ده ډیر خلک سیلانیان او چکر د پاره کوم موسم کې راځي دلته دا عمل کوي په سرلیک او ستا مسلک چې دغه سنټر کې تاسو کله دغه ځای فعالیت شروع کړی دی دلته ولا 17 کال کې 17 کال کې چې دغه تاسو شریک پزی او دغه جوس یو شی نه کنه پلار نه پاتې ده نو خدای پلرنی کې څه پلار نه خدای یو خیغه نه پاتې دغه چهارباغ وای جلبی ډیر مشهور دی او اول قدم کې جلبی دی او بیا اسکریم نه بیا اسکریم او شریک دی کنه اسکریم څو کسان شاګردان تاسو سره دلته کار کوي کارګران شپږ نفر یو شپږ کسان او شپږ د شپږ کسان څه فعالیتونه کوي یو خوالته شریک یو جوس او ربړی شودې دغه استاد یو شریک استاد او دوه چې دي ماشینکاران دی یو پکې شاګرد او زه خپل شودې جوړوم شودې جوړوي جوس لپاره شودې جوړوي اسکریم دغه نه اسکریم لپاره اسکریم څه مواد پکې استعمالېږي اسکریم کې شودې دی او میوه ده او نور بوره ده نور څه نشته جوس څو قسمه تاسو جوړوي دلته جوس چارمکس او کیلا او امرود چه څو غواړي مشکل نشته وطندارای عزیز تایی آب و هوای اما تو دیگه نه تابستانی و نه زمستانی دیگه بسیار یک موسم جانانه است. بیادر ما دیگه هر نوع خدمات به حساب جوس براتان بگم دیگه آیس کریم براتان بگم و دیگه شیریه خو بیخی دیگه نامدار است دیگه و ما خوردیم بسیار یک مزه جانانه میته. بیاین در بازار چهارباغ و از این برنامه‌ای که ما بر شما جور میکنیم شما که تازی مردم آشنایی پیدا کنید. این تو جای بسیار زیبا و دیدنی در افغانستان که داره شما بیشتر و بیشتر آشنایی پیدا کنید. خب ما هستیم در اینجا و شما چند تصاویری از دکان از بیادر ما را داشته باشین و کت ما باشین. وطندارای گل بازار چهارباغ است و بچگکار که شما در تصاویر میبینید نه دیگه تازه از مکتب رخصت شدن در نوبت آمدن در اینجا که آیس کریم بخرن و در اینجا یک کاکای بزرگوار در اینجا دیدیم گفتیم که تازی صحبت کنیم چطور آمده در اینجا ایستاد شده است ما که تازی گفتنیام می داشته باشیم
سخنان می داشته باشین شما دیگه کت ما باشین. کاکای بزرگوار السلام علیکم. جور بخیر. خوب هستین؟ جان تنجور است. قراری است. بخیر است ان شاء الله. شکر از فضل خداست. بخیر هستین. چطور است در میسات 12 بجه آب و هوای چهارباغ؟ آب و هوای چهارباغ خیلی گرم است. گرم شده نه؟ گرم شده. نسبت که بادرنگ برآمد حالات گرم شد. اوه بسیار خوب بسیار خوب. چهارباغ غیر از اینکه جلوی داره نام بادرنگ گرفتی، بادرنگش چطور است؟ حالا فعلا دیگه همین سیزن بادرنگ است او ترکاری را سیزنش است در لغمان چهارباغ بازار است او شفتالو سمیز یگان چیزا سالی برآمده است. بادرنگی لغمان کدام طرف میره؟ طرف پاکستان میره یا طرف کابل جان؟ طرف کابل جان میره. کلی طرف کابل میره. بادرنگ چهارباغ. بسیار خوب. چقدر وقتش میباشه این موسم بادرنگ؟ یک ماه، دو ماه، 5 یاره روز، چقدر؟ یک ماه است دیگه تا می جوزا میباشه بعد از جوزا دیگه گندم که درام میشه چیز نیست بود. نظر من امی ولایت لغمان که است مشهور امی میوه ازی چی ترکاری ازی بادرنگ است. بادرنگ است مشهور لغمان که است این بادرنگ. سر بادرنگ است میشه. از پنشیر که است توتش است، از مزار که است قندش است، از کابل که است سیبش است، از لغمان بادرنگش است، از جلال آباد هم نارنجایش است. واقعیت آمیزش است. چطور در جوز فروشی آمدید؟ تو در جوز فروشی کی کردم؟ والا ما خودم خیلی وقت شد. بر تو بگم که 5 سال شد که علاقمند زمین ناصری سوپر اسکریم هستیم. خیلی خوب ذائقه، خوب خیلی جنس، خوب شای میده. او فعلا پیش که جلبی نام کشیده بوتاری ناصری سوپر اسکریم نام کشیده. به به. وطندارای گل آیس کریم از دیگه واقعا چند نفر دیگه صفت از دیگه کردن دیگه خیلی یک آیس کریم خوبش میته و ضمن از اینکه آیس کریم میته یک جوسی بسیار مزه‌ناک داره دیگه بسیار یک مزه خاص خود داره. بیاین در بازار چهارباغ ناصری آیس کریم دیگه در خدمتتان است. کاکای گل کدام پیام داشته باشی با مسافرها کدام اندیوال دوستت باشه که سلام رایی بگیری مسافر از بر کل سلام خوش و خوشحال باشه. تشکر بسیار زیاد. خب شما تصاویری از بازار چهارباغ داشته باشین و کت ما باشین. خب وطندارای گل بازار چهارباغ است. وطندارای ما مصروف کار و روزگار خود هستند و یعنی میجا یک جوان گیر کردیم ببینیم که کجا روان میدن. گفتم یک حال حوال زیاده ما جویاشیم. السلام علیکم. سلام علیکم. جو بخیر. خوب هستین؟ بخیر آمدین لغمان بس چهارباغ بخیر آمدین. خوب هستین؟ امرای همکارای خوب هستین؟ بخیر باشید. سلامت باشید. وطندارای عزیزم دوستای ما که در ولایت لغمان هستن خیلی بچهای خوش اخلاق همون تو دیگه خیلی بچهای با نزاکت هستن خیلی ضمن نزدیکی با نزاکت هستن میهمان دوست هم هستن. بیادر دمی اول نامت اگه بر ما معرفی کنی؟ نه ما سیبولا است که از ولایت لغمان خلقی ولسوالی چهارباغ ساحه هستیم. میجا خانه ما است که زندگی ما میجا میکنیم دکانداری میکنیم. بسیار خوب. زبانتون فارسی است یا پشتو؟ فارسی پختو بس فارسی صحبت کنیم. فارسی است. بیادر ما میگه که ما میگه فارسی صحبت کو. خودت چی مصروفیت داری؟ مصروفیت ام که از خیاطی است که دکان خیاطی دارم خودم استاد هستم. همین سیزن خیاطات روزای عید و رمضان و عید و قربان بسیار خوبش میباشه. حالا چطور بازارایتون به نظرم خاموش رقم آریزه؟ بس حالی که از شکر از خداوند راضی هستیم بس دیاری حالی برابر میشه دیگه بس سیزن که از خوب میباشه بس ما مصروف میباشیم شب روز لگیا میباشیم دیگه خیاطا هم بس این وطندارای خود برکالا و بس لباس خوب باشن تیار میکنیم. لباس که از زینت و فیشن انسان هست. بالکل واقعیت است که باز به جوانا دیگه او خود دیگه چی بگم دیگه گلزار میشه بس گلزار میشه بالکل واقعیت. بسیار خوب. دمی روزای چند جور کالا دختر میتونی خرید؟ بس خودم که از یک تیم کارگر بودیم پیشتر حالی که دکان خودم از کارگر دیگه است که 12 میدوختیم 13 میدوختیم 14 مین تا 15 میدوختیم. نام خدا. اولی دیگه دکانداری از بس دکانداریم کش میکنیم در روز که کارگر خود 10 15 جوړه میکشیم میدوزیم. 15 جوره لباس میدوزن در روزای عید و رمضانش. شما دیگه فکر کنین اگه 300 بگیرین چقدر میشه؟ 300 اگه 200 بگیرین چقدر میشه؟ اگه 400 بگیرین چقدر میشه؟ خب بازم خیر. تو مرا شاگرد نمیگیرین؟ نه چرا نمیگیریم؟ تو شاگرد که خوش اخلاق باشه چرا نمیگیریم؟ شما خو میتونی شاگرد پشت میگردیم که خوش اخلاق باشه. قربانتان. جوانای لغمان دیگه واقعا قابل صفت هستن، خیلی بچهای با نزاکت هستن و شما را که در اینجا ما استاد کردیم گفتیم همین جوان ببینیم که کجا میره از حال حوال دل از جویشیم کدام گفتنی کدام پیام کدام چیز باشه ما دیگه در خدمتتون هستیم بیادرم. بس بر شما پیام اینی است که ما چاش که ما نان بخوریم میجه بس خوشحال میشیم. پیام اینی است دیگه بر مسافر پیام اینی است که همیشه خوشحال و داشته باشید و دیگه کس کنجوسی نکنین که کس زنگ میزنه زنگ شوکی کنین. وطندارای زیادر ما میگه کسایی که در خارج هستین دیگه که میباشین میگه فهمیدی
خوب برابر میباشین. در خارج که میرین زنگ که میزنن تلفن‌ها رو اوکی نمیکنن. دیگه پیام خود شنیدین دیگه. تلفن ها رو که کنن دیگه که از ماتمش نمیگیریم، خوشحال میشیم که شان گپ بزنیم که شما استاد شدیم گپ زدیم خوشحال شدیم. شما همچنان که زما کس خوشحال میشیم که زوام گپ بزنیم و بس یا یگان کارش هست که گاتی زنگ نمیوردن بس اینی کارا میکنن. خب پیام برادر ما رو خدا کنه که شما شنیده باشین، تلفن‌هایشان رو اوکی کنین. ضمن از اینه چند جوانای دیگه من میرقم شکایت کردن در افغانستان که میباشه چکر یک سو دیگه سو، وقتی که خارج میرن تلفن‌ها دیگه بیادر اثری کار است و مصروف است میرقم یک بانه جور میکنن. خب شما در خارج جور باشین، ما دیگه در داخل جور صحتمند باشیم دیگه. بسیار از خودتان تشکر، سلامت شما باشین. تشکر که آمدید چارباغ لغمان آمدید بس خوشحال شدیم. اگه چاش که ما تیر میکنه میریم چاش میریم ولی هیچ مشکلی نیست که چیز خدمت دیگه. سلام علیکم. دوستان عزیز وطندارای گلی برنامه ما بود در بازار چارباغ. انشالله که تا یک برنامه دیگه ما در خدمت شما حاضر میشیم. شما را به خداوند یکتا میسپاریم تا برنامه بعدی. خداحافظتان.